بچه دید چه بلایی سر مرسان آوردم. تو شامبوش رنگ ریختم، میخواست با من شوخی نکنه، میخواست من اینقدر اذیت نکنه. دید سر اون تخم مرغ تمام به خدا دستام سوخته. چه بلایی سرم میاره مرسانا، تمام دستامو سوزونده. مامان این چیه؟ مامان این چیه؟ چی شده؟ خدا مرگم بده این چیه؟ چی شده مگه؟ دستمو نگاه کن. ببینم چی شده دست. مامان دستمو نگاه کن. صورتشو ببینم دستاتو. صورتمو نگاه کن. مامان من اینو چجوری ببرم؟ چی چی ریخته بودی؟ تو ویدیوی قبلی چه بلایی سر من آوردی. تمام دستام گوش کن، هنوز دستام به خدا میسوزه. مامان خوب با اون فقط تخم مرغ بود تخم دیگه. مرغ خیلی داغ بود. خب داغ باشه دستت فقط نه یه دیگه میسوزه. ماما تو جونتو از سر راه آوردی. مامان یه شامپو توش رنگ ریختم دیگه، الان بری تو همون یه بار دیگه خودتو بشوری رنگش میره. چرا تو شامپوم ریختی؟ چی شده مگه؟ چرا تو شامپوم رنگ ریختی؟ بذاری بلوی سرت بیارم. مرغای آسمون با حال تخم بذارن. پشمام ریخت.